Savolem in بود که oilam ahvoni sebiki puxtapaz mepazad. Zakaz به تارتار هر خیل شیرینی ها میپزد دیده دانسته همین zakaz برای زادروز میگود همین دانسته است پخته تا ممکن میخوای уже علاقه روش به نمی نویسد که زادروز مبارک یعنی پختنی تارت اصلا پختنی تارت اجازت هست لیکن طبیبا توصیه نمیکنن به تارت خوری طعامی غذای صحی نیست میگم یعنی طعامی درست نیست طعامی خوب نیست لیکن از سبب اینکه ضررش مثال ضرری جدی نه کلانی بد نه یعنی در شریعت حکمش حرام نیست اما مسئله زادروز سه قول است بعضی ها حرام میگن جشن گرفتنش و تبریک کردنش همش از جمله میخواد طعام پختن طعامای خاص زادروز برای چی گوییم میگن که برای آنکه من تشبه بقوم فهو منهم حدیث ابو داود است کسی که به یک قوم خودش تشبیه کنه و از اونها هست و جشن گرفتنی یعنی تولد روزی تولد یا عادت نصارا هست غالبا و این عالمی کردن این قول یک قول دوم حلال است میگن که یک عادت است این دین گفته نمی کند این برای ثواب نمی کند این از دین پیامبر صلی الله علیه و امر کردن قرآن امر کرده است گفته نمی کند ثواب گفته نمی کند هم تو یک عادت خلق است اگر در آن یگان گناه نباشد هیچ گپی ندارد میگه یک طایفه آدمایی که به علم نسبت داده میشن به علم نسبت داده میشن یک طایفه از اهل علم میگن که من در این باره هیچی نمیگم لیکن خودم قیدم نمیکنم تبریکم نمیکنم میگم کسی خودم قیدم نمیکنم لیکن حرامم نمیگم بله این همین با وابسته یعنی اگر حرام گوید نمیکنید لیکن حلال گفتگی ها که آدمای خوب نیستند یا آدمای چی هستند همین عالم به علم نسبت داده میشن منصب دارا همین خلقا همه چیز حلال میگفتگی ها هستن یک طایفه سیگریت هم حلال میگود ریشای تراشته میگردد همین خلقا میگود غالبا نه از اهمیتی تون یعنی های در کتابا یا عالمی کلان یا منصبی بلند برسیده است ریشاش تراشیدگی رفته در سرکوف شبی سالی نو مردم تبریک کرد همین خلقا ده مرحمت اگر کسی قولی حماقتی پیش الله تعالی بگه من همین آدم دین و امانت و دین و دیانت و امانتی همین آدم باوریم هست گفته پیش الله تعالی و زبانی گویا کدی همین آدمی که زنها کدی سلامت میکند و ریشاش تراشتگی و نسبت علما سخنای بد میگوید همین اگر همچون عالم پیشوا گیرد اگر مالش عمل کند به سخنه ما دلش اگر قرار گیرد بینید الحمدلله خدا ما زادروز قید نمی کنیم فقط از سببی این فرزند خردسال خواننده مکتب رو بیاش به خودش نگاه میکند و به سبب بیکار نشستن میخیل برای بیکار نشستن وزی نیک کردن ممکن مثلا طعام های به سلامتی فایده‌ناک که یگان چیز آماده کردن همین خیلی کارا و گذارن کم کم بگذار در ابتدا کلینت جمع کردن قیم میشد فهموندن در کار که من این چیز 100% فایده‌ناک است خاصتا اون طعام هایی که در ترکیبش مثلا شریعت حلال کرده توصیه کرده باشه مانند عسل مانند سیاهی دانه مثلا یا تخمی کدو بادام چهارمغز همین خیلی چیزا که باشد مثال چیزایی که طبیعی باشد همین چیزها مردم عادت کنند هم کار میکند هم به مردم فایدهش میرسد خوب است رحمت الله سلام سلام باشه